there's levels to this life. خیلی ها وقتی پرشر میاد سمتشون فولد میکنن تا میشن گیو اپ میکنن. گیو اپ نیست که خودتو بکشی، یه تصمیم راحت تر انتخاب کردن که از اون فشار چیزی که باید باش دیل کنی فرار میکنی. امروز میخوایم به جی وی DTBR جی وی تو هندل کردن همه چی پول ست لک دختر رو با هم بری جلو. شب خانم من نمیشناسم تو رو، نمیدونم کی بودی چیکار کردی و بولو میزنی همش میخوای جلو ما بدی جلون مثل بچت گروپی بیاید من میام سولو. یو سکشن اول مایندست اول از همه چی میاد. یه جی با لاجیک با منطق با عقل حرکت میکنه، نه ایموشن نه. تو مثل چایلد نیستی، تو مثل فاکینگ بیبی نیستی که با ایموشن رفتار کنی. میدونی چی میگم؟ ایموشن نداشتن منظور این نیست که قلب نداشته باشی لذت ببری. چه یه بریک اپ رو تجربه میکنی، چه یه ترید رو از دست میدی، چه اینکه یکی به دیسرسپکت میکنه، درک میکنی، پرندازی میکنی، یه جواب میدی، جی اسپات کار در میاری. خب تو میبینی پلن میریزی جواب میدی. You know a fucking baby. بچه نیستی که فقط با ایموشن رفتار کنی. میدونی کیا با ایموشن رفتار میکنن؟ بچه 5 ساله و سگا. میدونی دیگه چیکار میکنن بچه 5 ساله و سگا؟ فرش میلونن. خب سکشن بعدی پوله. باید داستان میخوام شروع کنم. دیروز یکی از یانگ جی ها رو تو انس دیدم. همین بچه‌های جوون تو خیابون خلاف میکنن. گفتم چند سالته؟ گفت 16. گفتم آرزوم بود چند سال تو باشم. گفت چرا؟ گفتم چون این چیزایی که الان یاد گرفتم من اگه 16 میدونستم تا الان میلیونر بودم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت روزی 50 پوند خرج علف میکنم. گفتم میدونستی، حالا نمیخوام ادوایز عمویی بهت بدم داری خلاف میکنی، ولی میدونستی روزی 50 پوند 16 سالگی الان بذاری 26 سالگی میلیونری بدون اینکه لازم باشه هیچ کاری بکنی. گفتش I know I'm gonna regret it. میدونم قراره پشیمون بشم ولی خب دیگه زندگیمو دارم میکنم دیگه. اگه 16 سالته این کارو بکن. روزی 50 پوند بذار توی استاکی که میره بالا، هر چیزی، اصلا نمیخوام بگم بذار تو بیت کوین، بذار هر چیزی که خود فکر میکنی، ولی لانگ ترم. هر دلار، هر پول تو یه دونه سربازتو نباید فاکینگ ویست بکنی. هر سرباز باید یه دونه قصد داشته باشه، مخصوصا وقتی تو راه. اگه ریسک انجام دادی باختی، خوبه، درسشو بگیر. جیا یاد میگیرن، ریسک کردی روش بمون، نگو آخ چرا این کارو کردم. دیگه آنترپرنوری، کارگزاری داری، خواهید بیزینس خودت داشته باشی. غیر اینه مگه؟ واسه چرا نبست نگاه میکنی؟ هر کسی باید روی پای کاری که کرده بمونه. یه جی اصلا دنبال فست حرکت کردن نیست، دنبال حرکتای باهوشانه است. پول مهمه، با پول درست رفتار کن. خودتو پوزیشن درست بکنی، پول میاد سمتت و بتونی لیوریج و لانگ ترم طولانی مدت فکر بکنی. اوکی سکشن دوم، دخترها. همیشه با احترام، هیچ وقت حبل نباش. اولین قسمت اینه که دخترها بهت بیشتر احترام میذارن وقتی به مأموریت تو کاری که داری میکنی بیشتر از اونها اهمیت میدی. یه جی تا نمیشه التماس نمیکنه، خودشو دیوونه نمیکنه، عشق نشون میده اما گیجی به روحش نمیده به خاطر یه نفر. خب و 3 نکته است که توی این قسمت باید به دختر رعایت کنی. یک اینه که اون باید در آرامش کامل باشه. اگه داره کیاس و سردرد بهت میده معلوم نیست فازش چیه، یا تو پیسه یا کیاسه. 2 هر وقتی سیسپکت شنیدی ازش میری هر بار. و 3 تو اترکت میکنی دختری که میخوای و با مردی شدن که اون نتونه منیپولیت و دستکاری کنه. اوکی فهمیدی؟ یعنی مثلا سکشن بعدی خیانته. وقتی یکی رو عوض میشه، یه رفیقی که دیگه رفیق نیست، هیچ کاری نکن، فقط لول اپ کن و قوی تر برق کرد. اینجوری کونشون پاره میشه. خب تو اصلا دنبال این که کونون رو پاره بشه نیستی، تو دنبال اینی که یه جورایی اون حس خالی بودن درون تو پر بکنی. و چاسمی این با رفتن سراغ یارو یا بهش حرف زدن یا یه کاری کردن خالی نمیشه. این فقط دسپریشن تو رو بیشتر به طرف نشون میده. چون من از این آدم رو توی زندگی زیاد داشتم. خب چیزی که من میخوام داشتم، چیزی که من داشتم و میخواستم. خب من میخوام داشتم، من میخواستم داشتم. کسشر چرا کس میگی؟ You don't give a fuck about them anymore و level up میکنی. چون چاسبی تو این دنیا هیچکی به تو خوش نیست. تو واسه هیچکی اندازه خودت مهم نیستی. اونقدری هم که فکر میکنی کسی بهت فکر نمیکنه. خب
مگه اینکه یه نفی براشون داشته باشه یا ببینن یه جا. بنابراین تو باید پاشی خودت بری چیزی که میخوای بگیری، رو ترازو بذار چی برات مهمتره، فلانی کوسچر گفته یا چیزی که میخوای به دست بیاری. تنها راه درست دیل کردن با خیانت یا دوستی که دیگه دوست نیست اینه که به تخمت بگیری یا رو با انقدر لول اپ میکنی که بزنه تو سر خودش، بزنه تو سر خودش. تنها راه درستش همینه. و سکشن آخر کاری که روزانه به عنوان یه جی میتونی بکنی. ببین تو میتونی صبح پاشی، اصلا کست خار روتین، خب پاشو جوری که دوست داری روزاتو شروع کن، ویست نکن تایمتو. 90% تایمش رو ویست میکنن، 90% زندگی میتونه رو دیسیپلین و کارات بره جلو. پاشو کارات انجام بده، واسه زندگیت برنامه‌ریزی کن، ویست نکن زندگی تو. باشگاه تو برو، به تمبل بدنت احترام بذار. خیلی ساده است. 4 تا ولیو، 4 تا ارزش رو دنبال بکنی، به چیزایی که میخوای میرسی. اما هیچ وقت تو زندگیت اینا رو مداوم دنبال نکردی. شاید هم بعد این ویدیو 3-4 دقیقه پاشی یا آخ من این کارو میکنم، ولی up to you، آخرش دست خودته. خلاصه که جیا نه با دخترها دیسترکتد میشن، نه واسهشون مهمه کی کوسچر میگه، فوکس روی مانی هستن، از باختاشون هم یاد میگیرن و از خودشون تیکر میکنن. DTBR The G Way. امیدوارم روز خوب داشته باشید. در وکس لایک سابز بزنید اگه میخواید بازم براتون این محتوا تولید بکنم و پیس گنگ شد زخوا و گنگ شد زخوا. گنگ بودم از 17، دوست داشتم گلاک 17 تو تهران کوک مدلین داشتیم قد کارتل مکزیک. بچه‌ها میخوان تونی رو، من شدم رابرت دنیرو، چون زندگی سریال هر روزشه یه اپیزود. بچه میخواد استیخو